نیست. معمولا پنجره‌های فرصت وقتی بهشون توجه نکنیم تبدیل میشن به بزرگترین تهدیدها برای کسب و کارمون. خلاص شرایط جوری طراحی بکنیم که با توجه ضربه‌های زیادی که تو کسب و کار دارید بتونیم نتایج فوق‌العاده رو کسب بکنیم. افتخار جناب آقای مهندس منوچهر یوسفی، مدیرعامل محترم مجموعه پارس خاموت، مخترع و بنیانگذار صنعت خم و برش میلگرد کشور، کارآفرین برتر در سالهای 1386 1387، قهرمان برتر صنعت و تجارت در سال 1389، انواع اختراع انواع دستگاه‌های خاموت زنی، برش میلگرد، خم میلگرد و اسپرال زن، عنوان برتر جشنواره شیخ بهایی جناب آقای مهندس منوچهر یوسفی.